جومابای سنگینов سابق معاون اولین رئیس ولایت سوغد و عضو هیئت تاجیکستان در مذاکرات مشخص کردن مرز با قرقیزستان صحبت اخیر پرزیدنت المازبک اتامبایف را درباره مذاکرات مرزی به مورد و ناآگاهانه عنوان کرد. المازبک اتامبایف در آخرین نشست مطبوعاتیش همچون پرزیدنت قرقیزستان روز 20 نوامبر گفت که اگر به امام علی رحمان مشورت دیگر نمیدادند شاید حالا سازشنامه مرزی با تاجیکستان پوره امضا میشد. اتامبایف گفت که در تاجیکستان پیشنهاد قرقیزستان را در زمینه طرز حل بحث 50% خط مرزی بین دو کشور نپذیرفتند. جومابای سنگینov که از سال 2010 تا سال 2015 عضو کمیسیه مذاکرات جهت مشخص کردن مرز دولتی بود میگوید امام علی رحمان پرزیدنت کشور همیشه به این مسئله از دیدگاه منفعت‌های ملی نظر میکرد و به مشورت‌های دیگر نیاز نداشت. در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی روز 20 نوامبر سنگینov گفت تاکید رهبر دولت تاجیکستان خوب می‌دانند که تنها دست داده بودند که در زمینه منفعت‌های ملی با نظرداشت زمینه قانونی موجود بوده مثلا باید حل و فصل دیگر یگان دستوری که بدون موقع‌گیری بیرون از زمینه‌های حقوقی که بعضی اشاره ها در بعضی دایره ها بود یگان خیلی دستور نداشتیم ما. بحثی میان دو کشور بر سر علامت گذاری بخشی بحث برانگیز خط مرز پس از پاشخوری شوروی و کسب استقلال کشورهای همسایه جریان دارد. المازبک اتامبایف در نشست آخرینش گفت در این مدت تنها برای علامت گذاری 50% مرز مورد بحث با تاجیکستان به سازش رسیدند. جومابای سنگینov میگوید سازش بر سر نصف خط مرز مشترک که بیش از 970 کیلومتر طول دارد با شرافت تاجیکستان دست داده است. او گفت مشکلی به موافقه نرسیدن در آن بود که قرقیزستان به سندهای بین المللی که هر دو کشور باید اعتراف کنند توجه نمی کرد. جومابای سنگینov میگوید این مسئله باید بر اساس اراده سیاسی دو دولت به دخالت دیگر دولت ها و ساختارهای سیوم حل شود. او گفت قرقیزستان حل این بحث را نباید به نسل‌های آینده حواله کند. وکالت‌های پرزیدنت المازبک اتامبایف قرار است روز 24 نوامبر به انجام رسد و همان روز پرزیدنت نو سارانبای جینبکوف به ادای مراسم سوگندیادکنی و کرسی رهبری این کشور بنشیند. در جریان معرکه انتخاباتی از جینبکوف اشاره کرده است که خواستار همکاری‌های نزدیکتر با تاجیکستان میباشد. کارشناسان در تاجیکستان میگویند اتامبایف به فرق از رهبران دیگر قرقیزستان در دوام 6 سال ریاست جمهوریش به تاجیکستان سفر رسمی انجام نداده است، در حالی که محض بحث تعیین و علامتگذاری مرز یکی از مشکلات اصلی در روابط دو کشور باقی میماند. مقامات میگویند تا امروز از 970 کیلومتر مرز قرقیزستان با تاجیکستان 519 کیلومتر آن تعیین و علامتگذاری نشده است و بارها شده است که مردم روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند.